موضوع صحبت از رحمت الله ناامید مباش. یک بار بگوین الله اکبر. ای عزیزی که همیشه گناهانت رنجت میده، پیش وجدان خود خجالتی و به فکر هستی که آیا خدا مرا میبخشه یا نمیبخشه. این موضوع را امروز گوش بکن. ای عزیزی که تا امروز نماز نخوانده بودی، امروز میخواهی توبه کنی. این موضوع را خوب گوش بکن که دلت پر از رحمت شود و دعا بکن که ای خدا مرا از خانه خود امروز قسمی بیرون بگردان که ذره گناه در وجود من باقی نماند. این گونه از خدا بخواه. دوستان من، شیرین ترین موضوع همین است، عزیزترین موضوع همین است. وقتی از رحمت صحبت میکنی دل آدم تبخیر میکنه. دوست داره آدم که خوب گریه کنه. گریه کن تا که خندان شوی. وقت آیه از آیه های قرآن نازل می شود، آیه 156 از سوره اعراف است. بسم الله الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقتی آیه نازل شد، رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. ابلیس شیطان وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. گفت که پروردگار عالم مرا هم مورد رحمت خود قرار می دهد. ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد، گفت مرا هم خدا می بخشد. چرا؟ در این آیه الله می فرماید و رحمتی وسعت كل شيء، رحمت من همه اشیای عالم را شامل می شود. همه مخلوقات را در بر می گیرد. شیطان گفت من هم یک شی از اشیا هستم. یهود و نصارا وقتی این آیه را شنیدن خوشحال شدند، گفتند ما را هم رحمت پروردگار عالم شامل می شود. ولی جز بعدی آیه که نازل شد شیطان ناامید شد. خداوند ناامیدش بگردانه. او بعدیش چی است؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله میگه این رحمت واجب کردیم. عزیزای من خوب گوش کنیم. این رحمت واجب کردیم برای پرهیزگاران، برای متقیان، برای توبه کنندگان، برای دهندگان زکات، برای آنانی که به آیات ما ایمان آوردند. وقت شیطان شنید ناامید شد. گفت من خب پرهیزگار نیستم، من خب با آیات پروردگار ایمان ندارم. ناامید شد. یهود و نصارا گفتند که ما امیدوار هستیم، چرا ما هم با آیات خدا ایمان داریم، تورات و انجیل است، زکات هم میده، پرهیزگار هم هستیم. ولی الله جل مجدو آیه دیگر نازل میکند که فقط امت محمد باقی میماند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فدایت شوم ای محمد،
صلی الله علیه و سلم. الله چی میگه در این آیه؟ این رحمت برای کسی واجب کردیم که او به پیامبر من، به محبوب من، به نبی من ایمان بیاورد. این رحمت برای کسی است که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد و پیروی بکند. بعد یهود و نصارا ناامید شدند. الان فقط امت رسول خدا به رحمت باقی مانده است. عزیز من، دوست گرامی من، جوان دوست داشتنی، پدر بزرگوار، مادر گرامی، این حدیث را گوش کن، چقدر جالب و شیرین است. بیا خود را به رحمت پروردگار آماده کن. حدیث امام بخاری است. رقم حدیث 6000 است. چند است؟ یادش کدامتان نمیره. رقم حدیث 6000. هر وقتی که درد فشارت آورد، هر وقتی که غم فشارت آورد، هر وقتی که تکلیف و رنج فشارت آورد، هر وقتی که مریضی پسرت فشارت آورد، هر وقتی که کوری چشم فشارت آورد، هر وقتی که درد پا و کمرت فشار آورد، هر وقتی که مصیبت ها دروازه های برویت باز شد، حدیث 6000 بخاری را فراموش نکن. فقط بگو خدایا من امید به حدیث 6000 بخاری دارم. پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم حدیث را از پروردگار عالمش نقل میکنه. الله جل مجدوه می فرماید الله اکبر. الله می فرماید جعل الله الرحمت 100 جزء. من رحمت خود را 100 جز گردانیدم. من رحمت خود را 100 بخش گردانیدم. بسیار عزیزان به من تماس میگیرند که جناب مولوی صاحب اینقدر گناهی بزرگ دارم که شرم میآید به شما بگویم. مرا الله میبخشد؟ یه حدیث را گوش کو عزیز من، یه حدیث را گوش کو که دلت پر از امید شود و شک در دلت باقی نماند که پروردگار عالم قطعا من و تو را میبخشد. فرمود جعل الله الرحمت 100 جزء. الله رحمت را 100 بخش گردانیده، 100 جز گردانیده است. فامسک عنده 99 بخشش الله به نزد خود ذخیره کرده است. 99 بخشش الله به نزد خودش ذخیره کرده. و انزل فی الارض جزءا واحدا. الله تمام مخلوقات را خلق کرد، این دنیا را خلق کرد. از 100 جز 1 جزء رحمت را به دنیا فرستاده است. 1 جزء رحمت به دنیا فرستاده شده. به همون 1 جز مادر پسر خود را دوست دارد. به خاطر همون 1 جز پدر پسر خود را دوست دارد. حیوان چوچه خود را دوست دارد. پرنده جوجه خود را دوست دارد. تمام دنیا به همون 1 رحمت منور است. و می فرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم 99 جز دیگه برای امت تو در روز قیامت. 99 جز دیگه برای امت تو یا رسول الله در روز قیامت باقی هست به نزد من. این 1 تا جز دنیا را میگیرم، در کنار 99 جز دیگر قرار میدهم. 100 جز را به امت محمد صلی الله علیه و سلم. این خوب کافر داده نمیشه. خوب کافر داده نمیشه. یحیی ابن معاذ رازی وقتی حدیث برش رسید سر خود به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو که 1 جز فرستادی در دنیا، به این 1 جز چقدر ما را اکرام کردی. به همین 1 جز ما را مؤمن خلق کردی. به همین 1 جز ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم خلق کردی. یا الله 99 جز دیگه ذخیره است. آیا کسی از بندگانت هست که ناامید شوند خدا مرا نمی بخشد؟ کسی هست؟ نه، هیچ کس. به 1 جز این همه رحمت، به 1 جز این همه مهربانی،
وقتی که دستت بلند میکنی همون لحظه جوابت میگیری، وقتی گریه میکنی همون لحظه جوابت رو میگیری. فقط بی‌وفایی از طرف الله یا از طرف موتو. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، ما از خدا گم شده ایم و ما را میپاله. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، چو ما نیازمند گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان پیام اوست. پشت ما میگرده الله، دنبال ما الله میگرده. به شرابی میگه بندیم به حلال راضی نشدی که به دنبال حرام هستی. به بینماز میگه از نماز من چی بدی دیدی که نمیخوانی؟ از در رحمت من چی بدی دیدی بنده ام که فرار کردی؟ وقتی از 100 تا جز یک جزش در دنیا فرستاده من و تو را اینقدر عزیز کرده. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. یک بار بگو الله اکبر. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. ما را امت محبوب ترینش و عزیزترین نبی خود قرار داد و بعدش اعلان کرد ای بشریت بدانین قسمی که پروردگارتان رحمان و رحیم است، همین نبی که به شما فرستادم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیامبر من رحمت است برای عالمیان، محمدم برای شما رحمت است صلی الله علیه و سلم. خب پس به هیچ کس یأس و ناامیدی باقی نماند. درون کلگی پر از امید شد که الله جل مجده ما را میبخشد و رحمت از او بی پایان است. یک حدیث می آید، گرچه از لحاظ تکنیکی حدیث کم مشکل داره ولی به هر صورت داستان عجیب داره این حدیث. مرد در بنی اسرائیل جبریل امین این خبر را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. یا رسول الله، حدیث را مستدرک حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری رحمت الله علیه می آورد. مرد در بنی اسرائیل 500 سال عبادت الله کرد. چند سال؟ 500 سال. در کجا عبادت میکرد؟ در میان دریای خدا یک جزیره خشک، یک کوهی که 30 در 30 در حدیث می آید 30 ارتفاع داشت، 30 تا درازی و عرض داشت. سر همین کوه پروردگار را عبادت میکرد. الله جل مجده به فضل و کرم و مهربانی و لطف خود یک چشمه از آب شیرین در این کوه که تمام دریا شور بود، یک چشمه شیرین که به اندازه یک انگشت آب از او بیرون میشد و این بنده خدا از او آب شیرین استفاده میکرد. در پایین کوه الله یک درخت از انار رویانید که هر روز یک دانه انار میداد و یک تا انار ثمره هر روز این درخت بود تمام سال. و این انسان پایین میشد، همین عابد از این انار استفاده میکرد، پس میرفت و بالای کوه به عبادت خدا مصروف بود. یک روز از خدا خواست پروردگارا من که بنده تو هستم، 500 سال عبادت تو کردم، یک لطف در حق من بکن خدایا، مرا در حالت سجده جانم را بگیر، در حالت سجده جانم را بگیر خدایا، همین قسم مرا در حالت سجده حفظ بکن از گزند زمین و آسمان که هیچ چیز به من صدمه نرساند و من همین قسم در حالت سجده باشم تا قیامت برپا شود، تا قیامت برپا شود. اون وقت من در حالت سجده سر خود را بلند کنم. الله جل مجده گفت خوب است بنده. در حالت سجده جانش را گرفت. جبریل امین به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به من علم این رسیده
که روز قیامت همین بنده را خدا به پیشگاه خود حاضر می کند، به پیشگاه خود حاضر می کند. بعد به بنده می گوید بنده ام برو به رحمت من داخل جنت، برو به رحمت من داخل جنت. بنده به الله رو می کند، می گوید خدایا چرا به رحمت تو، چرا به عبادت 500 ساله خودم به جنت نروم؟ من که تو را 500 سال عبادت کردم، باز هم به رحمت تو داخل جنت شوم؟ الله جل مجده به فرشتگان دستور میدهند که ببرین ایره به طرف جهنم. وقتی فرشتگان دست این مرد عابد را میگیرند به طرف جهنم میکشانند، شروع میکند این عابد به گریه و زاری، میگه خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگه نه، اول باید محاسبه شوی، اول باید حساب بدهی. بیا بنده ام نزدیک. وقتی بنده را نزدیک میآورد، الله جل مجده برای بنده میگوید ای بنده ام تو را کی خلق کرد؟ شما با آواز بلند بگویید الله. بنده میگوید خدایا تو. بنده ام به تو کی توفیق 500 سال عبادت داد؟ پروردگارا تو. بنده ام به تو کی چشمه آب شیرین بیرون کرد؟ بنده ام به تو انار را در پایین کو کی خلق کرد؟ الله. بنده ام وقت تو خواستی در حالت سجده جانت را بگیرم کی این کار را کرد؟ بنده ام این همه سالها و هزاران سال تیر شد هنوز تو سالمی و تو سالم سر از سجده بلند کردی، این کار را برای تو کی کرد؟ الله. بعد پروردگار به فرشتگان میگه بگیرین نعمت چشمه که یک چشم به این دادم. دست به ما و تو داده الله، نه؟ چشم به ما و تو داده. رنگ ها را در دنیا با این چشم خود تشخیص کرده میتانی. این کامره موبایل خوش 80 سال نشده برآمدنش. تو 7000 سال یا بیشتر خدا کامره‌ای و بشریت ارزانی کرده که تمام رنگ‌های دنیا را زیبا می‌بیند. هر رنگ مثل خودش، هزاران رنگ با این چشم تشخیص می‌دهی. گفت بگیرین نعمت چشم را در یک کفه ترازی بگذارین و 500 سال عبادت ازیر در کفه دیگرش. 500 سال عبادت را میآورند در یک کفه ترازی میگذارند و نعمت چشم را به کفه دیگر 500 سال عبادت را یک چشم بالا میکند. بعد بنده با سر شکسته و عاجزی خدایا به رحمت خودت، به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگوید بنده ام اگر رحمت من نباشد که شما چیز نیستین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پرسان کرد اصحاب یا رسول الله آیا با عمل خود و با دعوت و تبلیغ و رسالت و نبوت خود به جنت می رویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به رحمت پروردگارم. من از شما پرسان میکنم اگر خدا رحمتش را ذره و لحظه از من و تو بگیرد آیا نابود نمیشه من و تو؟ اگر لحظه پروردگار رحمت خود را بگیرد از مسلمان، از کافر، از مخلوقات خود، فقیه ابولیث سمرقندی میگوید لحظه اگر رحمت خدا از زمین برداشته شود کل جهان به نابودی کشانیده میشود. رحمت پروردگار است. ولی هرگز یک کلام را نگو. کدام؟ هرگز نگو خدا مرا نمیبخشه و هرگز به کس دیگر هم نگو که خدا تو را نمیبخشه. به 2 رکعت نماز خود غره نشو عزیز من. با ریشی که داری غره نشو، با عمامه‌ای که داری غره نشو، به این که سنت میخوانی، نفل و تهجد میخوانی غره نشو. به هیچ کس نگو که خدا تو را نمیبخشه، چرا اگر کل عالم را الله ببخشه کسی میتواند مانی الله شود؟ پس همیشه به بندگان خدا مهربان باش. اگر دیدی یک کس شراب می نوشه بار بار برش گفتی توبه نکرد در حقش دعا کن،
خدایا فلانی بنده ات را که امت محمد صلی الله علیه و سلم معروف کرخوی رحمت الله علیه را داستانش براتان نگفته بودم، دمو کلیپا هست که روز عید بیرون شد با تمام یارانش و اصحابش، دید که جوانا همه مست هستند، نه به نماز آمدن، مست هستند و یک عده‌ایشان شراب نوشیدن، بر رقص و پاکوبی مصروف هستند. وقتی این جماعه جوانان را دید معروف کرخی، دوستان و یاران معروف کرخی گفت ای بزرگوار دعا کن که خدا اینها را نابود بگرداند. معروف کرخی سر خود را پایین انداخت، بعد از لحظات سر خود را بلند کرد، دیدن که چشمانش پر از اشک است، رو به طرف قبله استاد شد، دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همه انتظار هستند که معروف کرخی دعای بد میکند در حق این جماعت. دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همان قسمی که اینها را در دنیا شاد و خوشحال گردانیدی، پروردگارا به اینها توبه نصیب بگردان و در روز قیامت در کنار رسول الله در جنت شادشان بگردان و روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوشحال بگردان. هرگز نگو به کسی که خدا تو را نمیبخشه تو چی میدانی که خدا او را به جای تو قرار بده، تو را به جای او. بسیاری ها بودن که غرور کردن به 2 رکعت نماز، به 1 شب ذکر، به 3 روز تبلیغ، غره شدن، غرور کردن به دعوت، به تبلیغ، به سخنرانی، به تدریس. الله نعمت را از پیششان گرفته به کسی داده که همیشه به اون سخریه میکردن، همیشه سر او ریشخند میزدن و میگفتن فلانی بیدین است. در میان اصحاب پیامبر کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جگرش را پاره کرد، جگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست، خیلی جرم کلان است. این قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد. ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا، در او ورقه نوشته بود یا رسول الله من میخواهم مسلمان شدم، اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما را شنیدین. با وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بینمازی کردن، به اونهایی که شراب نوشیدن، به اونهایی که پدر و مادر آزار دادن، به اونهایی که قتل کردن، به اونهایی که قمار زدن، به اونهایی که خیانت کردن، به اونهایی که زنا کردن، به همهشان بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. ای جوان، آیا جفاکاری نیست در برابر امت پروردگار نافرمانی؟ آیا بیوفایی نیست در برابر تو وفادار و مهربان که سجده نکنی،
آیا بیوفایی نیست که وقتی میدانی فلانی چیز حرام است در دین ولی باز هم انجامش میدهی؟ آیا بیوفایی نیست؟ شهر ابن حویشب میگوید بعضی ها میگن که خدا غفور است، رحیم است، مهربان است، گناه میکنه. خواهی بنده وقتی تو میدانی خدا غفور است و رحیم است، چرا دیده و دانسته گناه میکنی؟ چرا دیده و دانسته نافرمانی میکنی؟ اگر خطای از دست سرزن نگران نشو، توبه بکن، الله جل مجدود تو را میبخشد و دوستت هم دارد، رهایت نمیکنه. پس بناهن دوستان من، وقتی این آیه نازل می شود رسول خدا در ورقه نوشته کرد و وحشی ابن حر روان کرد. وحشی که این را دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پس هر چقدر جرم تو بزرگ است از وحشی ابن حر میست. یک سوال دارم از تو عزیز من، با آواز بلند جواب بده. رحمت پروردگار بزرگ است یا گناهان انسانها و جنیات؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا آسمانها؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا دریاها؟ پس چرا ناامید باشی؟ یک بار با آواز بلند بگوین الله، ناامید از رحمتت نیستیم. وقتی که رحمت و از او از کل گناهان انسانها و جنیات بزرگتر است، چرا جوان ناامید شود که مرا خدا نمیبخشد؟ الله رحمتش از همه بزرگتر است. حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رحمتی، الله میفرماید ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من سبقت کرده از غضب من، از غضب من رحمت من سبقت کرده است. یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن در مجلس، از باب بنی شیبه داخل شدن، داخل حرم شدن، دیدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در جای جمع هستند، میخندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این عطا ابن ابی رباح میگوید من از یکی از صحابه پیامبر شنیدم که اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نضحک، پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، ما میخندیدیم. بعد از اینکه پیامبر تشریف آوردن دیدن که اصحاب میخندن، فرمودن اتضحکون و النار من ورائکم، شما میخندین در حالی که آتش جهنم به پشت سر شما هست، شما میخندین. گفتن لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای اصحاب من، اگر چیزی را که من محمد میدانم شما بدانید، کم میخندین و زیاد گریه میکنین. کم میخندین، زیاد گریه میکنین. حتی در روایت دیگر میآید اگر چیزی را من میدانم شما میدانستین، بستر گرم زنان خود را ترک میکردین، پای برهنه به صحرا میرفتین و گریه و زاری سر میدادین. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی این کلام را از پیامبر شنیدیم خشک ما زد، همه غمگین شدیم، درون ما پر از غم شد. رسول خدا تشریف بردن، دوباره رفتن، برگشتن و رفتن. چند لحظه و دقیقه نگذشته بود دیدیم که باز جمال نازنین محبوب ما، باز آفتاب تابناک، باز چهره مهتاب که شب 14 است دوباره به ما رو آورد. وقتی که نزدیک شد به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، همین که نزدیک شد این آیه را خواند نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. این آیه چی معنا داره؟ آیه همی است ای پیامبر ما، ای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم.
ای اصحاب پیامبر قلب شما نشکند، الله غفور و رحیم است. پس الله هر بنده را میبخشد، هر گناهی که مرتکب شده فقط توبه بکند، فقط توبه بکند. عزیز گرامی، دوست بسیار عزیز، تو خود مسئولیت خود را میدانی. مسئولیت ما بعد از اینکه عبادت خدا بکنیم دعوت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیاین جوانان ما، هر کدامتون یک دعوتگر باشه، هر کدامتون یک دعوتگر باشه. من 20 ساله بودم دعوت شروع کردم، 11 سال است تقریبا من امام هستم. هیچ کس نگوید من نمیتونم. وقتی دانستی که رحمت پروردگار یک بحر بزرگ است که وسعتش زمین و آسمان را هم داخل اون بحر رحمت بیاندازی گم میشوند، اصلا نمیبینی. وقت رحمت پروردگارت بزرگ است، از خدا بخوا پروردگارا مرا خادم دین خود بگردان. یا الله از من کار بگیر، یا الله از من حقیر و بیچاره و دربدر در پیشبرد دین خود کار بگیر. این دعا را بکن. پدر بزرگوار در حق فرزند خود همین دعا را بکن. پس عزیزان من، اکتفا نکنین به یک هفته که از این جمعه به این جمعه بیاین در این مسجد فقط ساعت صحبت بشنوین، بعد بروین بگوین دیگر همه جا را ما فتح کردیم، کلید جنت را گرفتیم. نه، اینجا به خاطر شستن میاییم که خود را بشوییم. ما خود را با رحمت پروردگار شستشو بدیم. جوان من، خود را مصروف پابجی نکن، خود را مصروف لدو نکن، خود را مصروف قلیون نکن، خود را مصروف بازی ها نکن. بهترین بازی این است که در میدان رسالت و در میدان دعوت دین الله سبقت بگیرید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسابقهشون، قرآن خودش میگه، کل مسابقه اصحاب پیامبر به سوی خیرات بود، به سوی کارهای نیک بود. و یکی دیگر مسابقه میدانن که چه کار بکنیم. اول کاری که میکنیم ما از پدر مادر خود دعا طلب بکنیم. علما میگن دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای نبی در حق امت است. یک بار بگوین الله اکبر. قسمی که دعای نبی رد نمیشه، دعای پدر و مادر رد نمیشه. دعای پدر جان مادر جان را بگیر که پدر جان مادر جان به من دعا کن که من دعوتگر دین شوم، سبب عزت تو در دنیا و در آخرت شوم. فقط بدرقه راه خود دعای پدر و مادر. پیش هر عالم و دوست خدا که رفتی بگو در حق من دعا بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضت عمر میگفت عمر جان از دعایت مرا فراموش نکن. رسول خدا با عمر میگفت عمر جان از دعایت برادرت را که محمد است صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. پس دعا طلب کن از هر بزرگه و دعوت دین الله را پیش ببر که رحمتش خیلی وسیع هست. بعضی عزیزانی که مشکل دارن، من هم مریض هستم، بسیار عزیزانی هستن که مریض هستن، گاهی وقت ناامید میشن، گاهی وقت خیلی ناامید میشن که زندگی در کام ما تلخ است. ایره بدانی که هر درد حکمت دارد، هر درد رحمت از رحمتهای پروردگار عالم است. تو زیاد عزیز هستی به نزد پروردگار عالم یا حضرت یونس؟ حضرت یونس پیامبر خداست، داخل شکم ماهی 40 شبانه روز یا 9 شبانه روز یا 7 شبانه روز چه تکلیف هایی را که نکشید. انبیا، حضرت ایوب چندین سال به سختترین مرض گرفتار بود و سختی کشید. خود نبی ما صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا میرفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش برده مانده، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود میانداخت، چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میمان، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد.
بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو هست من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگه الله 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 و جوابت نمیگه؟ وقتی تو میگه الله جوابت نمیگه؟ وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او؟ وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچه‌ت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه؟ میبینه، ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش بکنی رو دار میته میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، این چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجلاله تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است. خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود، حدیث بخاری است. ای از مال، از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ ذره گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از اینکه در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد، برای فرزندایش گفت فرزندانم من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتن پدر جان تو بهترین پدر بودی. و فرزندانم من با شما بهترین پدر بودم، اما با الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن، ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داریم، 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر. 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. گفت فرزندایم من خب به شما بهترین پدر بودم، اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما و بفرمایید. گفت فرزندان وقت من مردم، بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنید، خوب آتش بزنید تا خاکستر شد. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیریم، روزی که بسیار باد و شمال تند بود، ببرین تمام خاکستر مرا به باد بتین که باد ببره، که ما بسیار نافرمانی کردیم خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد، فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن، طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن، به باد دادن. حدیث بخاری است، داستان و قصه نیست. 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن، الله جمعش کرد، ففروا الی الله. الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر، ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم؟ و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار تو پیدا نکنی. الله گفت تو از ما میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت.
فتلقاه برحمته. در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد، گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس، من امضایش میکنم. عزیز من امضایش میکنم. یک روز به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان تفسیرشی داستان رو میاره. از امام احمد در کتاب زهد این را نقل میکنه که یک روز جبریل امین آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در مجلس تشریف داشتن، همه اصحاب نشسته بودن، پیامبر صحبت میکرد. یک مرد در همون گوشه فریاد میزد، گریه میکرد. ای که پیامبر دعوت میداد گریه میکرد. جبریل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رحمت از دیگه، از رحمت الله ناامید مباش. جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ای به خاطر چی گریه میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از ترس الله. گفت یا رسول الله اندازه و قدر این اشکایی که از چشم ازی جاری میشه میدانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه خیر. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک قطره آب دیده از این بگیرم ببرم به طرف جهنم، به سر جهنم بیاندازم، همه جهنم را خاموش میکند، همه جهنم را خاموش میکند. یک قطره اشک بنده الله این اندازه ارزش دارد که از ترس الله، چون رحمت از دیگر. ابراهیم خلیل که ما در ملتش هستیم، امام الموحدین است. یک روز او مهمان نواز بود، خیلی مهمان ها را دوست داشت. یک وقت گفته بودم اما صحبت از رحمت الله ناامید مباش. این مثال ها را میزنم که تا خوب درونت پر از امید شود و این قصه ها را میکنم به خاطر که قلبت مملو از امید و رحمت شود. مهمان نواز بود، همیشه وقت غذا درست میشد بیرون دروازه میرفت انتظار میکشید که یک مهمان بیاید به همراه ما غذا بخوره. رسالت القشیریه عبدالکریم ابن حوازن قشیری این داستان رو میآورد. بیرون شد، دید که یک مرد از راه میگذرد، پیرمرد است. برش گفت که ای بنده خدا به همراه من بیا، مهمان من باش، به همراه من غذا بخور. زیاد اصرار کرد. اون مرد برگشت و آمد به حضرت ابراهیم خلیل، به همراه حضرت ابراهیم خلیل شروع میکرد به غذا خوردن. حضرت ابراهیم پرسان کرد که به کدام دین هستی؟ گفت من مجوسی و آتش پرست هستم. من مجوسی و آتش پرست هستم. گفت که دست به نان نزن، اگر مسلمان میشه از نان من بخور و اگر اسلام را قبول نداری بیرون شو. مجوسی دست خود را گرفت و از جای خود بلند شد و حرکت کرد، رفت. الله جل مجده امین وحی جبریل امین را فرستاد، آمد به محضر خلیلش. جبریل امین سلام کرد، ای خلیل الله، پروردگار به تو سلام میرساند، به تو میگوید که تو چگونه بنده ام را از خانه‌ات بیرون کردی. ما 70 سال است کو در برابر آتش سجده میکند، روزه میدهم به اون. 70 سال است که به اون صحت دادم، 70 سال است که از زمین من استفاده میکند. تو یک بار نتانستی که شکمش سیر کنی؟ وقتی این کلام را حضرت ابراهیم خلیل میشنود
بیرون می شود سراسیمه به کوچه ها، دنبال همین مجوسی است تا مجوسی را پیدا می کند، اصرار می کند، معذرت خواهی می کند. مجوسی بر می گردد، می آید سر دسترخوان می نشیند. پیش از این که به غذا شروع کنه مجوسی میگه سوال دارم، تو پیشتر من از خانه بیرون کرده بودی، بعدش اینقدر عذر کردی دوباره من را آوردی، به خاطر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود خدایم مرا توبیخ کرد، به خاطر تو پروردگار مرا توبیخ کرد. گفت خدای تو اینقدر مهربان است، اینقدر مهربان است؟ گفت بله پروردگار من این اندازه مهربان است، تعامل الله با بنده‌ش نیست. گفت همون کلمه ای که مرا مسلمان میکنه بگو که من بخوام میشه. پس عزیز من، الله این اندازه مهربان است. همین شعر یک خوب گوش کنید، خیلی شیرین است. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزی هر کجا خواهی برم، بازگشت آخر کارت منم. گر سحرگاهی بنالی زار زار، دوست دار ناله زارت منم. رو به دارو خانه لطف منار، رو به دارو خانه لطف منار. چون شفای جان بیمارت منم، گر به جنت می روی بی ما مرو، گر به جنت می روی بی ما مرو. چون صفای باغ و بستانت منم. الله اکبر، الله اکبر. چقدر شیرین است. غم مخور ای بنده غم خارت منم. ای الله، ما به در تو آمدیم، پروردگارا با قلب مملو از امید به رحمتت. یا الله ما را از در خودت امروز قسمی بیرون بگردان که با آب رحمتت ما را پاک کرده باشی. غمخوار ما الله است، الله جانان. یک روز یک جوان بوتل شراب در دستش، شراب نوش بود، شراب می نوشید. مکاشفت قلوب محمد غزالی رحمت الله علیه آورده، شراب می نوشید. بوتل شراب به دستش در کوچه و پس کوچه های مدینه پت و پنهان می گذشت که کسی مرا نبیند، که در همین اثنا عمر پیدا شد. خدا وقت تو را به رحمت خود بگیره، وقت الله بخواهد گناه تو را بپوشاند، وقت الله بخواهد به لحظه حالت را از این بر به اون بر می کند. عمر از راه رسید، بوتل شراب به دست جوان، بوتل خود را به زیر بغل خود زد. حضرت عمر از دور تماشا کرد، نزدیک آمد، به جوان گفت فی چیز زیر قولت. پیش از اینکه حضرت عمر برسد، این جوان به الله ناله می کند، خدایا این همه کرده، پروردگار این همه خطا و اشتباهی که من کردم، دل شکستگی را الله زیاد دوست داره. من پیش از اینکه داستان بیان کنیم یک مثال براتون بگویم. یک ظرف قیمت بها در داخل خانه داری تو. یکی از بزرگای مثال را میگفت،
یک ظرف قیمت بها، فرزندت رفته یک روز رو میشکنانه، عتیقه است، قیمت بها، به سختی به دستش آوردی، طفل دو رو میشکنانه، بچه دو رو میشکنانه، بعد پدر از پیشش پرسان میکنه فرزندم چرا او ظرف را شکستاندی؟ بچه میگه دیگه شکست، دستم خورد شکست. خود چی شد؟ پدر 2 سیلی به صورت فرزند خود می نوازد، به خاطر که هم شکستانده و هم میگوید خوب کردم. معنیش نیست که خوب کردم شکستاندم. و اگر پدر پرسان بکنه از پسرش که پسرم چرا او را شکستاندی، پسر بگوید اشتباه کردم پدر جان، خطا کردم، نفهمیدم، دست من متوجه نبودم به اون اصابت کرد و افتاد و شکست. پدر اون فرزند داغوشش میگیره، میگه فرزندم نگران نباش، از او زیباترش میخرم، غمگین نباش. عزیز من، معامله ما با خدا همین طور است. وقتی گناه کردی نگو خوب کردم، نگو باز میکنم، بلکه بگو الله اشتباه کردم، خدایا خطا کردم. الله میگه بندم نگران نباش، بیا در آغوش من، بیا در آغوش من که من تو را پاک میکنم، نگران نباش. وقتی بعضی ها میگن به رفیقایشون برو گناه بکن، من تاوانش میتونم، هر چقدر گناه میکنی بکو، گناهش تر من هستن. جوانمتونه جوان عزیز، بترس از این کلمه، بسیار خطرناک است. در برابر الله خود استاد نشو. وقتی کردی بگو اشتباه کردم، کردی بگو خطا کردم. مثل همین جوانی که شراب زیر بغلش، حضرت عمر گفت چی را زیر بغل خود پنهان کردی؟ گفت خدایا این همه کردم، خیلی کوتاه، وقت کم است. گفت این همه کردم پروردگار، اشتباه کردم، همین یک بار مرا ستر بکن دیگه شراب نمی نوشم، همین یک بار مرا آبروی من نبر دیگر شراب نمی نوشم. حضرت عمر نزدیک شد درش گفت که چی زیر بغلت؟ گفت سرکه است، سرکه. گفت بکش. وقت بوتل رو کشید، به قدرت پروردگار شراب تبدیل به سرکه شد. شراب تبدیل به سرکه شده. توبه است دیگه. خدا به یک لحظه بعد از 50 سال گناه یک بار بگو الله، جواب میشنوی لبیک عبدی، لبیک. مثل همون بچه‌ای که 30 سال رفته به سفر، 30 سال رفته به سفر، نه پدرش دیده نه مادرش دیده. چقدر آرزو داره پدر و مادر که یک روز بچه دوباره برگرده، یک روز بچه دوباره برگرده. یا زن چقدر آرزو داره که همون شوهر 10 ساله‌ای که از من دور شده، که من به بویش دق شدیم که بویش استشمام بکنم، ببینم لباسش برش اتو بکنم بپوشه، چقدر دوست داره. وقتی که یک بنده بعد از 20 سال و 30 سال برمیگرده، تو بدان که الله چقدر خوشحال میشه. وقتی پدر و مادر قدر خوشحال میشه که از دست خوشی گریه میکنن، وقتی تو برگردی بعد از 20 سال و 30 سال و 40 سال، الله چقدر خوشحال میشه. در حدیث میگه همینقدر الله خوشحال میشه مثل همون انسانی که در سفر رفته با بار شتر که دارد زیر درخت خوابیده است، آب و نان همه بار و وسایلش سر شتر است. بعد از اینکه چشمایش پت میشه، حدیث مسلم است و حدیث بخاری است، میگه چشمایش پت میشه، خوابش میبره زیر درخت. بعد از این لحظاتی که چشم خود را باز میکنه، میبینه که شتر با بارش نیست، شتر با بارش نیست، تمام آب و نان و وسایلش بالای این شتر است. در یک بیابانی که نه زندگی هست، نه آب است و نه نان، هر طرف جستجو میکنه، شتر را پیدا نمیکنه، مانده و خسته میشه. میاید زیر درخت استراحت میکند، میگوید انتظار مرگ میکشد که اسرائیل میآید، چون نه آب دارم نه نان دارم، این میان صحراست. انتظار مرگ میکشد که ناگهان چشمایش پد میشه، باز خوابش میبرد. بعد از دقایق چشمان خود را باز میکند که شتر بالای سرش ایستاده است. آنقدر خوشحال شده این بنده که دستای خود را بلند میکند، میگه پروردگارا انت عبدی و انا ربک، خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. اینقدر خوشحال میشه که نمیفهمه چی میگه. میگه خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم.
در حدیث می آید وقت بنده بر می گردد از گناه به سوی خدا، خدا از این هم بالاتر خوشحال می شود. بگو الله اکبر. از این بالاتر خوشحال می شود. پس فقط تو برگرد. یک داستان دیگر کوتاه میگم و دعا میکنم. رسالة القشیریه از عبدالوهاب ابن عبدالرحیم داستان را می آورد که روز از روزها از جایی می گذشتم، دیدم که یک جنازه را 3 نفر حمل می کند. 3 نفر یک جنازه را می برند. در بین 3 نفر یکیش زن است، 2 تاش مرد. میگه من وقتی که دیدم که یک پیرزن به زحمت یک پایی از تابوت را گرفته به زحمت میکشانه و 2 تا مردم هست. میگه دلم سوخت و نزدیک شدم، یک پایی تابوت را از دست زن گرفتم، گفتم من خودم میبرم. بعدش که بردیم سر قبر، برو زن گفت که چون همسایه نداشتی، در شهر مسلمان نیستن، خب مسلمان در شهر زیاد هستن. گفت فرزند من یک گناهگار است، اینی 2 نفرم کرا کردیم. من بعد از اینکه مرد هیچ کس به جنازه‌اش حاضر نشد. هیچ کس به جنازه از این حاضر نشد. بسیار کارهای زشت میکرد فرزند من و جنازه‌اش هم کس نخوانده. ما در سر قبر میجا آورده میشه، دیگه هیچ راه و چاره نداشت. من خودم به شانه خود گرفتم. این بزرگوار عبدالوهاب میگه در آتش گرفت درون من. بار آتش گرفت که بنده همه از این روی گردان هستن، خدا با این چی میکنه؟ چقدر گناهگار است که همه یک کس آماده نشده به جنازه از این حاضر شود. جوان است، خودش جوان. میگه دلم بسیار سوخت. این مادرم گریه میکرد، فرزندش است. خب اشک میریزانه، هم به گناهش، همی که کسی به جنازهش نیست، کسی نماز جنازهش نخوانده، کسی تابوتش حمل نمیکنه. میگه بعد نماز جنازه برش خواندم، دفنش کردیم. این مادر گفتم بیا مادر جان همراه من. بردیم چیزی که در خانه داشتیم برش دادم. گریه میکرد، اصلا گریهش خاموش نمیشد. بعد از این همین شب خود عبدالوهاب میگوید من خواب کردم با غم اندوه. در خواب دیدم که همین جوان یک تاج از طلا سرش است، سر یک تخت از طلا نشسته است در یک باغ بسیار زیبا. میگه من جوان نزدیک شدم، برش گفتم تو جوان کیستی؟ گفت من همون مخنثی که امروز کس جنازه مرا نمیخوان، همه از من روگردان بودن. گفتم خدا با تو چه کرده ای جوان؟ گفت پروردگار به من گفت ای بنده ام، اگر کل بندگان از تو روگردان شدن، من خدا هستم، من الله هستم. بنده من اینقدر نباید خوار شود، بنده من نباید اینقدر ذلیل شود. بنده ام رحمت من هست، برو تو رو بخشیدم. گفت الان که میبینی جنت است. پس عزیز من هر چقدر روسیا هستی، من خودم هم خیلی روسیا هستم، من خودم خیلی گناه کردم. یه وقتی که در خلوت یادم میآید گناهان خودم، کاملا مایوس میشارم که چقدر نافرمانی خدا را ما کردیم. ولی وقت رحمت او را میشنویم، دل ما پر از امید و رحمت میشود.